اینجا برادر ما قاری مصطفی قرار دارند و من یک سوال داشتم در موضوع، البته دیگر ما درک کرده ما میدونیم که قرآن خود دستور است چون که گفته گذاشتند استاد نوکک، اما با یاری این دستور چگونه میتوانیم اویله سالم بنیاد کنیم؟ و این سوال من به قاری مصطفی درباره اویله چون گفته گذاشتند نوکک و اگر واضح تر میکردید انشاءالله. الحمد لله وحده نصر عبده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، سلام علیکم و رحمت الله خدمت همه شما استادان گرامی و برادر اکمل. در اطراف عائله سالم یک مشکلی که امروز در جامعه دیده می شود، خیلی از شکایت هایی که از طرف چی از خواهرها باشد و چی از جوانها که از حیات خود شکایت میکنن، این نشانه آن است که همون عملکردهایی را که اسلام عزیز برای عائله سالم فرموده است کمرنگ است و مردم از آن کم خبر دارند. عائله سالم عائله است که بنیادش مهر است و محبت است و همدیگر فهمی است و در عائله که پدر و مادر اگر اهل دانش باشند، اهل تقوا باشند، حتما که برای جامعه فرزندهای دانشمند و فرزندهای با اخلاق و با دانش را تقدیم می سازند. الله مهربان در قرآن کریم می فرماید و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. یکی از آیات خداوند، یکی از بزرگی خداوند این است که از جنس شما بر شما زنان را آفریده است. و در دوام آیات کریمه چند از فایده هایی که عائله سالم باید او را داشته باشد خداوند بیان می سازد. یکمین فایده ای که عائله سالم او را دارا هست این است خداوند هدیه کرده است، این است که لتسکنوا الیها. نفری که ازدواج میکند خداوند برایش آرامش را هدیه میکند. چی بسا نفرانی که مغرور بودند، چی بسا نفرانی که سرکش بودند، بعد از این که ازدواج برپا کردند آرامش را در خود پیدا کردند. و در دوام آیت کریمه خداوند دیگر فایده ها را اطراف عائله سالم بیان میکند. این است فایده ازدواج، این است که خداوند میفرماید و جعل بینکم موده و رحمه، و خداوند گردانیده است بر شما نفرانی که ازدواج میکنند دوستی را. اگر خدای نکرده یک نفر زنا کرد، بعد از این عمل زشت چقدر پشیمانی بالایش می آید و پشیمان خواهد گشت. اما حکمت نکاح، حکمت ازدواج این است که اگر نفر نکاح کرد، ازدواج کرد، خداوند دوستی را بین آنها برقرار میکند. این چنین در دوام آیات خداوند مودت و رحمه گفت، یعنی مهربانی را بین این دو نفر خداوند هدیه میسازد. پس عائله سالم همان عائله است که همین فایده هایی را که خداوند بیان ساخت، یکی آرامش، یکی دوستی و یکی مهر و محبت بین یکدیگر داشتن است. و مقصد قرآن هم، مقصد شریعت هم این است که در عائله مسلمان چنین باید دوستی ها و چنین آرامش و چنین مهر و محبت جای داده باشند. بله، تشکر زیاد. و یک بار میخواستم باز به یک سوال دیگر قاری مصطفی روشنی میانداختید. اکثریت امروز پوشیدن است که میگویند اسلام به زن مشکلی می آورد و یک کمی تنگی می آورد، اما در حقیقت جایگاه زن از دیدگاه قرآن چگونه است؟ کوتاه اگر گفته میگذاشتیم. بله، این فکرها در جامعه هست، اما اسلام عزیز حقوقهای زن و مرد را برابر اعلان میکند. یکی از آیاتهای زیاد هم در این اطراف، یکی از آیاتهایی که اشاره بر این است، خداوند میفرماید یا ایها الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی. الله مهربان میفرماید که ای مردمان، من شما را خلق کرده ام از جنس مرد و از جنس زن و جعلنا بینکم و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این چنین خداوند میفرماید در دوام آیت که من شما را گردانیدم، یعنی گروه گروه و قبیله تا اینکه یکدیگر را بشناسید. و نقطه‌ای که اینجا
سری موضوع ماست، حق زن و مرد برابر بودنش، این است که این اکرمکم عند الله اتقاکم. خداوند میفرماید گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شما هست. در اینجا هر نفر فرق گذاشته نشده است، چه از زنها و چه از مردها. نفری که تقوا کرد، نفری که با خداوند نزدیک شد، قدرش را خداوند روز قیامت بلند خواهد کرد. از این آیت فهمیده می شود که در حق داشتن حق و حقوق زن در اسلام و مرد برابر هستند. و اینچنین یک گروه زنها نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدن، گفتن یا رسول الله، مردها از تعلیم شما زیاد استفاده میکنن و برای ما یک روز را معین کنید تا ما هم استفاده کنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای زنها یک روز را معین کردن و با اونها تعلیم دین میدادن. این هم اشاره به این است که حق زنها و مردها در اسلام برابرند.